بهتر از هر کس می‌دانید که منزل امام پر از خاطره انقلاب است. ما بتوانیم راه انقلاب رو که راه امام هست و راه حضرت عالی هست و راه اسلام هست طی کنیم و بر کفر جهانی پیروز بشیم و پرچم لا اله الا الله رو و محمد رسول الله در بلند رفیع کرامت به رهبری شما نصب. رهبری حریمش به گونه است که نباید کسی وارد اون حریم بشه. هر کس حریم رهبری رو بشکنه گناه بزرگی کرده. ما تابع رهبری هستیم، ما پشت سر رهبری هستیم، ما با تمام وجود از دستورات رهبری باید پیروی کنیم و میکنیم. رهبری که جز کوه شده آنسان دارد، نظامی که جز کوه شده استشمار دارد، مگر نظامی که رهبر کسی برخلاف خط امامت نداره. این زمزمه‌ها زمزمه‌های آمریکا حواسمون سر باشه، ما توی زمان این حرفا نمی‌ریم. ما که فرقی بین رهبری امروز و زمان امام نمیگذاریم. اینا ولایت دارن. خدا انشالله شما رو برای ما نگه بداره. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدند و دیدند پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفمون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد. خدا شما رو انشالله برای ما نگه می‌داره.